از حاج آقای هدایت عزیز یاد گرفتیم در برنامه گذشته. این نوبت هم قدم به چشم حقیر گذاشتن. من قبل برنامه با ایشان سلام و احوالپرسی مفصل کردم. اینجا به رسم ادب این کار رو انجام میدم. آقا سلام، خیر مقدم، خوشحالم از زیارت. سلام خدمت شما همه بینندگان عزیزم. ان شاء الله که موفق باشین، ان شاء الله بتونیم با امام زمانمون زندگی بکنیم. موضوع بحث ما توی این جلسات همین فضای درک حضور امامه، با امام زندگی کردن، امام رو دیدن و امام رو یه جور دیگه شناختن هست. قرار شد که امام حسین علیه السلام با همه زیبایی کربلا رو بذاریم وسط، همه انبیا رو مقدمه اون حرکت ابا عبدالله و همه ائمه رو یاران صحنه امام حسین علیه السلام بشناسیم. اینجوری ما هم میشیم یه آدم کوچولو توی اون صحنه در کنار همه اهل بیتی که توی این صحنه دارن مجاهدت میکنن. خیلی ممنون. ما توی این خلاصه انشالله که اتفاق برای هممون بیفته و این خلاصه هم که مردم دیدن عمدتاً از شهر پیغمبر جلسه. آره. و ما کلی قبطه خوردیم به اونهایی که در اون شهر نفس کشیدن و زندگی کردن و آرزو کردیم و آرزو میکنیم که در اون شهر ما قرار بگیریم. البته که ناامید نیستیم. آفرین. چون میدونیم قرار اون شهر شکل بگیره، انشالله خیلی زود باشه. آفرین. خاتم الانبیا اون شهر پیغمبر رو تشکیل دادن. خاتم الاوصیا هم قرار هستش که اون آرمان شهر رو شکل بدن و ما هم انشالله فرصت حضور رو درش پیدا بکنیم. خیلی جمله خوبی رو گفتین و من اینجوری تصحیحش بکنم، تکمیلش بکنم که آرزو میکنیم تو همون شهر پیغمبر منتها بدون ریشه های نفاق زندگی بکنیم. یه چیز رو جلسه گذشته گفتم، میخوام تکرار بکنم. نباشه یه مرتبه این حالتون دست بده وای دیدی اون شهر زیبای پیغمبر رو دشمنان خط نفاق نذاش ادامه پیدا بکنه، پس حالا دیگه آب از سرمون گذشت دیگه، چه یه وجب چه 100 وجب. ببین عزیزم، ما آخرین جمله‌ای که گفتیم که ما وارد یک کوره‌ای شدیم. مسلمان ها بعد از پیغمبر دچار یک فتنه شدن. فتنه به معنای کوره است. گفتیم که این طلا اصلا اینجوری نیستش که پیدا باشه، این کاملا به صورت یک استعداد درونی توی یک کوه و یک سنگ معدن طلا. این باید این استعداد به فعلیت برسه. چه چیزی این استعداد رو رشد میده؟ اون کورهه. لذا اگه نفری کوره داشته باشه هی سنگ طلاه داره میگه تو رو خدا بیا طلای من رو از این سنگ جدا بکن. سنگ باید ریزش بکنه، طلا باید رویش بکنه. ببین هیچ وقت خانوما نمیان طلا رو که میخوان به خودشون آویزون بکنن سنگ طلا آویزون بکنن که زشته، خود طلا رو آویزون میکنن. ما باید به یه رشدی میرسیدیم. این رشد تمام فتنه هایی بود که بعد از پیغمبر تا همین الان داره اتفاق میفته. خالص سازی. ببین تو فضای جامعه پیغمبر اکرم یکی از اصول مهمش اون برادری بود که پیغمبر ایجاد کرد. حقوق برادری رو ایجاد کرد. حق المسلم علی اخیه المسلم ان لا یشبع و یجوع. هیچ وقت سیر نباشه و برادرش گرسنه باشه. هیچ وقت یه نیازی خودش نداشته باشه ولی برادرش اون نیازو داشته باشه. باید همه نیازهای برادرش رو مرتفع بکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن که برادر بر برادر 30 تا حق داره. بعد تک تک اون حقایق رو گفتن. تو ناراحتی‌ها و اندوه نسبت به اون شریک باشه، با اون مهربان باشه، اسرار اون رو بپوشونه. اگر کسی بدی اون رو خواست از او دفاع بکنه. هیچ وقت اجازه نده که اون دچار یک بحران و حادثه‌ای بشه و خودش در امنیت و رفاه باشه. 30 تا حق رو بیان کردن. درست شد؟ پیغمبر این فضا رو ایجاد کردن. من از شما یه سوال می‌پرسم. همین مردمی که تو این فرهنگ بزرگ شدن، آیا دختر پیغمبر جان این مردم نباید می بود؟ آیا داماد پیغمبر جان خود پیغمبر جان این مردم نباید می بود؟ خود پیغمبر فرمودن الست اولا بکم من انفسکم. آیا من تا الان اینجور نبود؟ چون که خدا توی قرآن میفرماد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی تو حق نداری تجارت خودت رو، نمیدونم رابطه خویشاوندی خودت رو، رابطه فامیلی خودت رو بر پیغمبر ترجیح بدی.
تو باید همه چی رو فدای مکتب پیغمبر بکنی. اینا اینجوری تربیت شده بودن، برای همین اینقدر همراه پیغمبر جانبازی میکردن، اینقدر همراه پیغمبر جنگ میکردن. چی شد یه مرتبه؟ اینجا اون نکته اساسیه. انگار این مردم این شهر و شهروندان این شهر هنوز پخته نشدن، هنوز توی کوره قرار نگرفتن تا اون خالص تلاشون آشکار بشه. یه دفعه وارد یه کوره سنگین شدن. خدا توی قرآن میگه خیالتون راحت، ما حتی انبیا رو هم دچار کوره میکنیم. لقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب. بعدش هم خدا ادامهشون رب اغفر لی، از سلیمان گفت خدای از من بگذر، انابه کرد، توبه کرد. خب این یه فتنه بود. یک فتنه یعنی چی؟ یعنی این که حضرت سلیمان تو یک آزمایش و امتحان و کوره‌ای قرار گرفت. یه دفعه وارد اون محل حکومتش شد، دید روی کرسیش یک جنازه قرار گرفته که روایت داره فرزند خودش که معلول به دنیا اومده بود و همین اسباب امتحان حضرت سلیمان بود. خدا میگه ما انبیا رو دچار فتنه کردیم، شما رو هم دچار فتنه میکنیم. مهم اینه که تو فتنه طلا بشیم، نه ریزش بکنیم. لذا امیرالمؤمنین در حکمت 93 نهج البلاغه، چون من نهج البلاغه درس میدم، خیلی عاشق نهج البلاغه هستم و بهتون بگم که توی قم ما هفتگی جلسات نهج البلاغه داریم. اینقدر شیرینه. باز میخوام تشویق بکنم عزیزان رو که تو هر جایی که هستین دور هم بشینیم و حکمت‌های نهج البلاغه برای هم دیگه بخونیم. هیچ کاری نداره، ترجمه‌های خوبی الحمدلله شده، حکمت‌ها خیلی شیرینه. در حکمت 93 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمودن که لا یقولن احدکم، هیچ کسی این حرفو نزنه اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، نگه من فتنه میخوام، از ترس از فتنم نداشته باشه. بلکه چی باید بگه؟ بلکه باید بگی که اللهم انی اعوذ بک من مذلات الفتن. همه باید وارد کوره بشیم، اما جز ریزش های اون کوره نباشیم، جز رویش های اون کوره باشیم. بنابراین یه جای امام صادق علیه السلام فرمودن اصلا فتنه برای رشد شما لازمه، باید شما دچار فتنه بشین. یه بچه‌ای اگر میخواد بره کلاس بعدی باید امتحان سختی رو بده، باید یه سری مراحل عملی رو طی بکنه. من معذرت میخوام، نمیخوام دل بینندگان عزیزم به درد بیارم. پیغمبر اکرم لحظات آخر عمرشونه، ابن عباس نقل میکنه یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه نگو روز پنجشنبه مصیبت اصلی روز پنجشنبه بود. پیغمبر روز دوشنبه به شهادت رسیدن، ابن عباس میگه مصیبت روز پنجشنبه بود. چی بود مگه؟ که پیغمبر اکرم فرمودن ایتونی به قلم و دوات و کتف، برای من قلم کاغذی بیارین، پوستی بیارین، من میخوام اکتب لکم کتابا لن تضلوا من بعدی ابدا. من برای شما ولایت برادر عزیزم، امیرالمؤمنین جانم، امیرالمؤمنین بنویسم. اگر این رو بنویسم شما عمل بکنید، هیچ وقت دیگه انحراف، هیچ تمدن زشتی، هیچ جبهه زشتی دیگه شکل نمیگیره. اما یه نفر یه شبهه انداخت، گفت ان الرجل لا یهجر. این یه مقداری آخر عمرشه دیگه. بابا خدا تو قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه، هرچی پیغمبر میگه بگین چشم. خدا نگفتش که اول یا آخر عمر، که خدا تو قرآن میفرماید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر هرچه میگوید بر اساس وحی میگوید، پیغمبر از خودش حرف نمیزنه. که گفتن ان الرجل لا یهجر. این یه شبهه کوچیکی، یه کلمه باعث شد فضای دفتر چی بشه؟ به هم بخوره. پیغمبر فرمودن قوموا عنی، از پیش من برید، دل منو به درد آوردید. و وقتی تعداد شبهات زیاد میشه فتنه عمق پیدا میکنه، و خیلی یعنی کوره داغ‌تر میشه، خیلی سرریز میشن. آفرین، کوره داغ‌تر، ریزش ها زیاد میشه. اجازه بدید همینجا بحث رو نگه داریم، یه فاصله بگیریم، برگردیم به تا اینجای فرمایشات شما یه تأملی داشته باشیم و بعد ادامه میدیم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 144 سوره مبارکه آل عمران رو دوستان پخش کردن. بله. و ما محمد الا رسول. اولا یادمون باشه پیغمبر همه وجودش رسالته. پیغمبر از خودش حرفی نمیزنه. وقتی پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو معرفی کردن و خداوند متعال امیرالمؤمنین رو نصب کرد. پیغمبر اکرم فرمودن دستور خداست که علی بعد از من حاکم همه عالمه، امام همه عالمه.
گفتن امن الله امنک. بابا پیغمبر، این شبهه یادتون هست گفتم نفاق بله. به واسطه یک کلمه میاد کل فضای جامعه رو تغییر میده با 2 تا کلمه. ببین یک کلمه جوری کرد، پیغمبر داره میفهم بابا مردم علی بعد از من علی، گفتن امن الله امنک. تو گفتی؟ خدا گفت، مشخص بکن، ما فقط حرف خدا رو گوش میدیم. بابا خدا تو قرآن میفهمد و ما محمدون الا رسول. همه وجود پیغمبر، همه حرکات پیغمبر، حتی نگاه پیغمبر بر اساس رسالته. و پیغمبر حتی نگاهی بر اساس نفس و دل و دلخواه خودش انجام نمیده. اگر او، حالا بعضی اومدن تحقیق کردن گفتن بیش از 3000 بار پیغمبر توی 23 سال به امیرالمؤمنین اشاره کردن، چه صریح چه غیر صریح، چه با رفتار چه با، بیش از 3000 بار رو در آوردن. کسی که با همه وجودش داره اشاره میکنه به امیرالمؤمنین، خدا تو قرآن میگه اگر علی رو معرفی نکنی اصلا رسالت تو انجام ندادی. اگر خدا تو قرآن میگه الان با معرفی علی دین کامل میشه، نعمت تمام میشه، وقت شما یه دفعه میگی که خودت گفتی یا خدا گفت، چه این شبهه رو میندازی؟ به خاطر اینکه بتونن پایه رو بزنن. بعد خدا میفرماید که قد خلت من قبله الرسل، این پیغمبر ادامه 124,000 پیغمبره و این پیغمبر آخرین قله‌ای که به شما نشون داد یک دستگاهیه، یک جامعهیه، یک اتصالیه به نام ولایت. ببین ولایت یه شخص خاصی نیست، ولایت یک دستگاهه. لذا من همش دارم میگم ولایت طولی، ولایت عرضی. یعنی به محض اینکه ولی قرار میگیره وسط جامعه، همه مردم به او اتصال پیدا میکنن، همبستگی، پیوستگی، وابستگی، دلبستگی. این باعث میشه بین خودشون هم این اتصال ایجاد بشه. مثل این لباسی که الان شما پوشیدین، تار پود، این تار پود رو هم در پی داره. این فضای دستگاهیه به نام بنیان مرصوص، اون جامعه ولایی. سلم لمن سالمکم یا ابا عبدالله، فدای فدایی تو هم، نوکر نوکرای تو هم. این میشه چی؟ میشه دستگاه ولایت. ببین ثمره تمام 124,000 پیغمبر اون شهری بود که این دستگاه ولایت توش نشون داده شد. هی هم پیغمبر اشاره میکردن یا علی انت و شیعتک، اینایی که تو این حزب، تو این دستگاه، تو این ولایت هستید، شما فائزون هستید، شما به مقصد رسیدید. حالا پیغمبر اومد ثمره همه انبیا رو به شما نشون داد، اون ولایت امیرالمؤمنین. حالا افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، همین. شما به محض اینکه حالا پیغمبر از این بین رفت، شما باید برگردین به جاهلیت دوباره، باید برگردین به همون تشتت، همه چی رو باید بذارین کنار. بابا نماز اومد، روزه اومد، حج اومد، مال ولایت ها. انا صلاة المؤمنین، انا صیام المؤمنین، انا النبأ العظیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. امیرالمؤمنین فرمودن اون خبریه که بعد از پیغمبر این خبر رو توش اختلاف کردن، من اون چیزی هستم که تو من اختلاف شد. آقا همه دین اومد، شما همه چیزی گذاشتین زیر پا، اومدین در خانه ولایت رو سوزاندین. چه کاری بود آخه؟ و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا. حالا این کارو کردید، فکر نکن به خدا ضربه زدین، شما اسباب ایجاد یک کوره شدید. حالا توی این فضا خالصهای من دارن هی خودشون نشون میدن. ببین به خدا ضربه نمیزنی. سلمان خودشون نشون داد، مقداد خودشون نشون داد، یاران خالص امیرالمومنین خودشون نشون دادن. و در دل تاریخ حجر ابن عدیها، همه یاران امام حسن، همه یاران امام حسین، همه یاران امروز امام زمان، امروز جبهه مقاومت داره، خودش نشون داره میده. این فتنه، اونا توی این فتنه دارن سربلند، طلاها داره خودش نشون داره میده. توی این نکته‌ای که گفتم توی روایت اومده، باید ازش بگذرم. یه خوابی رو پیغمبر اکرم دیدند. این خواب خیلی پیغمبر رو ناراحت کرد. یعرف الحزن فی وجهه. اون خواب رو همه عزیزانم شنیدن. فقط خیلی خلاصش رو میگم. عزیزان اگر بخوان این خواب رو دقیق مطالعه بکنن و سندش رو متوجه بشن، کتاب سیف سجادی دست همه هست. سند سیف سجادی اولش اومده از یحیی بن زید بن علی
امام حسین علیه السلام. علی ابن حسین. یحیی در واقع میشه نوه امام سجاد علیه السلام. وقتی میخواد صحیفه سجادیه رو تقدیم بکنه و معرفی بکنه، توی اون روایت این داستان رو بیان میکنه که پیغمبر اکرم مشغول خطبه خوندن بودن، لحظه ای پیغمبر خواب برشون غلبه میکنه. حالا به ظاهر حتی معتقد هستیم پرده از جلو چشم پیغمبر برداشته شد و پیغمبر این صحنه رو مشاهده کردن که میمونها دارن از منبر پیغمبر بالا میرن، القردة ینزون علی منبرهی و ناس یرجعون الی القهقرا، مردم دارن به سمت عقب بر میگردن، دوره به دورم یه میمون میره بالا میاد پایین، میمون بعدی میره بالا میاد پایین. خب پیغمبر یعرف الحزن فی وجهه، یعنی قصه تو صورت پیغمبر نمایان شد. میدونید ان القرآن نزل بالحزن فقرؤوه بالحزن، اصلا کل قرآن با حزن نازل شد. بله. اینکه شما در یه جای برنامه اشاره کردین که قصه حضرت زهرا و حزن قلبی حضرت زهرا باعث شد جبرائیل بر قلب ایشون نازل بشه و تسلای خاطر حضرت زهرا شد مصحف حضرت زهرا که کاتبش امیرالمؤمنین هست. دقیقا قرآن هم اینجوریه، حوادثی که پیش اومد و حزنهایی که بر قلب پیغمبر ایجاد شد، آیات قرآن توسط جبرائیل نازل شد. چند تا آیه قرآن نازل میشه، خیلی بر من جالبه این آیاتی که نازل میشه. اولا خداوند متعال پیغمبر خبر میده که پیغمبر جان، سوره اسراء صفحه 288 قرآن آیه 60، و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اون رویایی که دیدی این الا فتنة للناس، من به تو خبر دارم میدم کوره ای، یک خلاصه فضای امتحانی بعد از تو ایجاد میشه، این یه فتنه برای امت تو. و شجرة الملعونة فی القرآن، محور این فتنه اون شجره ملعونه‌ای که در قرآن جاهای مختلف معرفی شده و تفسیر اهل بیت اون شجره ملعونه رو دائما معرفی کرده. بعد خدا سوره دیگه ای رو نازل میکنه که البته اینجا اهل بیت مفصل دوباره این رو تفسیر کردن، یعنی بنی امیه، اون محور اون شجره ملعونه بنی امیه هست. ملک الفرائنه، اینها امامت و ولایت رو تبدیل به خلافت و سلطنت میکنن، یه حالت فرعونی ایجاد میکنن در امت پیغمبر اکرم. آیه بعدی آیه 28 سوره ابراهیم هست، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، نگاه نکردی اونایی که نعمت خدا رو، محور نعمت امیرالمؤمنینه، لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمودن نعیم یعنی ما اهل بیت، حب ما اهل بیت. سدیر سیرفی اومد محضر امام صادق، حضرت با دست خودشون غذایی رو آماده کردن گذاشتن جلوی سدیر، با هم خوردن. سدیر بعد غذا دیگه نتونست خوش کنترل بکنه، بغضش ترکید، گریه کرد جلوی امام صادق. حضرت فرمودن سدیر غذای به این خوبی چرا گریه میکنی؟ گفت آقا چه نعمتی بالاتر از این، غذا به دست شما آماده شد، با حضور شما غذا رو خوردم، جلوی شما نشستم، تو منزل شما غذای شما رو خوردم، دیگه نعمت بالاتر از این نیست. بعد روز قیامت چجوری جوابش بدم؟ لتسألن یومئذ عن النعیم. امام صادق خندیدن، اون سدیر جان از این چیزا سوال نمیپرسن، از غذایی که خوردی و لباسی که پوشیدی سوال نمیپرسن. میدونی از چی سوال میپرسن؟ حبنا اهل البیت، ولایتنا اهل البیت. تو این غذا رو، این لباس رو برای ولایت ما خرج کردی؟ در راه جبهه ما جهاد کردی؟ اون چیزی که ما خواستیم و تلاشش کردی؟ اگه این قو علی خدمتک جوارحی، امام زمان کاری بکنی غذایی که میخورم در راه تو خرج بشه، الهیام، برای رضایت تو خرج بشه. الهیام. لذا حضرت فرمودن این آیه قرآن نازل شد که اینا نعمت خدا رو جابجا کردن و احلوا قومهم دار البوار، و همین جابجایی، اینکه امامت و ولایت رو ضعیف کردن، سعی کردن پا بذارن روش، بیفتن دنبال خلافت و سلطنت، باعث شد که قوم پیغمبر رو وارد، یه عده از قوم پیغمبر رو وارد جهنم بکنن. احلوا قومهم دار البوار. بعد حضرت فرمودن نعمت الله پیامبر و اهل البیت هستن، حبشون ایمانه. بعد حضرت آیه بعدی رو فرمودن انا انزلناه فی لیلة القدر. پیغمبر جان اگر ما اون اتفاقات میفته و اون شجره ملعونه و اون نعمت خدا عوض میشه، ما به تو لیلة القدر دادیم، ما قرآن رو در این ظرف نازل کردیم و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. امام صادق فرمودن لیلة القدر هی
فاطمه یه جمله بگم، یعنی این که پیغمبر جان اگر اونها یه مدتی سلطنت میکنن حدود 80 سال، لیلة القدر خیلی بالاتر از سلطنت اونهاست. فاطمه زهرا تا مطلع الفجر، یعنی ظهور امام زمان، امت تو رو به مقصد میرسونه. مهم اینه که این امت مکتب فاطمه زهرا رو درک بکنن. ولیف ابنت رسول الله اسوة حسنه. خود امام زمان میگه من با فاطمه حرکت میکنم. خودشون فرمودن الگو و اسوه من حضرت زهرا. آره. و دقت کردین که ما هی سعی داریم میکنیم که مخاطبین یه دفعه احساس یأس بهشون دست نده. اگر اون اتفاق بعد پیغمبر افتاد، یه فاطمه‌ای هم بود، یه حرکت و یه مکتبی هم فاطمه زهرا معرفی کردن. ان شاء الله تو این محور میریم. ان شاء الله. خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردین. اجرتون با حضرت زهرا سلام الله علیها. ما ساکن وادی هدایت هستیم، ما شامل لطف بی نهایت هستیم. پرسند اگر نشان ما را گویید، ما اهل ولایت هستیم. الحمدلله رب العالمین. یا حق